میشناسید این آقا رو؟ نمیشناسم. کل زندگیمو تایمم همه رو برای تو گذاشتم. این کارو بکن، اون کارو بکن، اینجا برو، اینجا نرو. چی شد ته؟ تو چقدر باید کار کنی یه ماشین اینجوری بخری؟ میتونی؟ اصلا در توان تو هست؟ بیا راجع به خودمون صحبت کنیم. راستی اون کافه که گفتی کجا بود؟ نمی‌دونم بری. بگم ناراحت نباش. یه دقیقه من نگاه کن. حرکتی میخوای انجام بدی. من همینجا بگم که این ویدیو قراره یه ویدیو خاص باشه. اگه این سورپرایزی که میخوان انجام بدن درست پیش بره، ما هم تو داخل همین ویدیو خواستگاری داریم. انشالله. مطمئنی از کاری که میخوای انجام بدی؟ بله 100% هم تصمیم گرفتم، حتی حلقم گرفتم. نه بابا ایشاله که آقا خیره دیگه. قرار گذاشتم با نامزدشون، اسمشون چی بود؟ با خانم عزیز گفتن که تو این لوکیشن منتظرشونن، ولی ادامه داستان رو قرار ما بریم جلو و سورپرایزشون کنیم. امیدوارم لذت ببرید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. با ما همراه باشید. بخشید منتظر کسی هستی؟ چی بابا چه بی‌قراری می‌کنی؟ بذار تو ماشین. ماشین خودتونه. قربونتون زنده باشین. عکس بگیرم از حتما. قربونتون. گفتید منتظر کسی هستید یا نه؟ دوست دارید شما. ببینید اوکیه؟ آره؟ یه سال اسمتون چیه شما؟ داری؟ رنگ مورد علاقتون چیه شما؟ مشکی رو بیشتر دوست دارید؟ دوست دارید از همین مدل رنگ مشکیش برادر خونتون باشه؟ من از این پسرا نیستم که حرف بزنم همینجوری ها. این یه چیزی میگم عمل میکنم واقعا. اون که آره اون سر جای خودش هستش. به مرور آدم‌ها شناخت پیدا میکنن نسبت به هم دیگه. ولی خب گفتم اگه دوست داشته باشید میتونید شماره منو بزنید. حالا با هم در ارتباط باشین. 912 خودتون بزنید. خب این خدمت شما. این شما خیلی ممنونم، متشکرم. فقط این که شما کدوم بر زندگی میکنید؟ سمت همین محلی؟ تقریبا جدی من؟ ندیدمتون تا حالا. من زیاد پیاده روی نمیرم. نه بابا. متولد چه ماهی هستی؟ من شهریوری واقعا ماهن. واقعا. خب شما هم بچه های محلی؟ من آره همین اطراف زندگی میکنم. اومده بودم سگمو بیارم بیرون یکم باش بازی کنم. دیدم چند بار. تو همینجا؟ آره این سمت. واقعا آخه تو این لوکیشن زیاد نمیام. فکر کنم دومی سومی بار اومدم اینجا. معمولا اون برمیرم. آره کافه خوبم میشناسم. اتفاقا یه دونه این پایین هستش، پاتوق خودمه. زیاد میرم اونجا اگه دوست داشته باشی. اتفاقا اونجا هم حالت تکویتور داره. میتونیم بشینیم بیرون، میتونیم بگیریم بریم، میتونیم بشینیم مثلا فضای داخلی خودش خیلی جای باحالیه. حالا اگه دوست داشته باشیم میتونیم بریم همین پایین بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. تایم داری؟ وقت آزاده؟ من احساس میکنم منتظر کسی هستی همش. متولد چندی شما؟ 81 شهریور. نه بابا خدایی بد نمیخوره. میخورد مثلا 80 باشی. اختلاف یه سالا دارم میگم دیگه. گل دوست داری؟ این دسته گلای بزرگ. کلا دختره از گل خوش. من خیلی گل دارم. جانم این آقا کیه؟ جانم میشناسینشون؟ بله میشناسم. شما میشناسید این آقا رو؟ نمیشناسنتون که. اسمتون رو بر کجا بلده؟ نامزد منه. تو اینجا چیکار میکنی؟ نامزدشونی؟ اصلا ایشونو نمیشناسم. ما با هم الان صحبت داره. کردیم. حالا دیگه منو نمیشناسی؟ نه حالا منو نمیشناسم. فراموش کردی؟
میخواید من بهتون من اینجوری واقعا نمیتونم تصمیم بگیرم، یکم سخت شده برام. یه کوچولو بهتون فضا میدم با هم دیگه صحبت کنید. من چون واقعا نمیدونم یکم ذهنی به هم ببخشید. میخواید صحبت کنید با هم دیگه راحت باشید. من اینجا هم جایی نمیدونم، شما اختلافتون رو حل کنید. اگه همدیگه رو میشناسید من متوجه نشدم واقعا. چه کار می‌کنی؟ قضیه چیه؟ قضیه نیست محمد، چرا اینجوری می‌کنی؟ چیه؟ من برنامه داشتم. تصمیم من داشتم 7 ماه محمد با تو بودم. کل زندگیمو تایممو همه رو برای تو گذاشتم. این کارو بکن، اون کارو بکن، اینجا برو، اینجا نرو. چی شد تهش؟ تو چقدر باید کار کنی یه ماشین اینجوری بخری؟ میتونی؟ اصلا در توان تو هست؟ محمد من لول زندگی یه پلن دیگه داشته برات. من نمیتونم اینجوری باهات زندگی کنم. من حلقه گرفته بودم. خواستگاری می‌خواستم. من اصلا اعصاب این چیزا بهتره تمومش کنیم. تو بری دنبال زندگی، من دنبال فرصتی که برام پیش اومده. چون احساس میکنم این صمیمیت بیشتر، این نزدیکی بیشتر دیگه جالب نیست. من نمیتونم باهات باشم. من سانروف باز بود داشتم میشینم بعضی از تقریبا توضیح به من میدی داستان اصلا چی بود. من گفتی نمیشناسیش، بعد داشتید با هم دیگه حرف میزدید. چیزی بگم ایشون خواستگار من خب ادعا میکنه که منو دوست داره، ولی مثلا 7 ماه باهاش تو رابطه‌ام. دقیقاً یه شاخه. خب حالا اون چیزایی که شاید من دیدگاهشون چیز دیگه ای بوده. اون اولویت‌های من، چیزی که من میخوام از زندگی ایشون نداره. خب یه کارگر ساده نمیتونه این چیزا رو برام. چه ربطی داره؟ خب چرا دلشون میشکنی؟ دلشون نشوندن. چند وقت با هم دیگه بودیم؟ تقریبا 7. خب توی این 7 ماه یعنی الان یهو به ذهنت رسید که ولش کنی؟ الان به ذهنت رسید که بهش بگی بره؟ ببین من هم اولم بهش گفته بودم آقا محمد، من تو این تایمی که با تو هستم فقط برای شناخت هم دیگه است. اما این یهو فاز ازدواج گرفته بود، نمیدونم برای من رفته حلقه خرید. با شناخته هم دیگه 7 ماه؟ یعنی اینقدر باید طول میکشید تا بشناسین هم دیگه رو؟ من یه آدمیم که باید شخصیتی که میخوام باهاش زندگی کنم و طولانی بشناسم. نمیتونم خب چرا زودتر مثلا 1 ماه 2 ماه مثلا باهاش اوکی شدم، خب آقا بریم عروسی بگیریم بریم سرخونه بزنیم. من نمیتونم اینجوری. شخصا خود شما هم میتونید. خود من اصلا زندگی من فرق میکنه. من اصلا با توجه به دیدگاه هم نسبت به زندگی ایران نیستم زیاد، برای همین با کسی نمیتونم وارد رابطه بشم. خب الان شما یه آدم اینجوری رو میپسندی یا یه آدمی که مثلا کلا حواسش بهت هستش؟ من امیرم. آقا امیر نه خب دیدم خیلی دیگه دارم به این آقا ضربه میزنم. وقتی با خودم خودم بهش ضربه میزنم. اینم خیلی منو جدی گرفته، در صورتی که من روز اول به این آقا گفته بودم من با شما فقط در حد آشناییته نه ازدواج. خب انقدر صمیمی بودید با هم دیگه که تصمیم گرفته یهو پا پیش بذاره من دیگه؟ اینقدر صمیمی نبودم. من گیج شدم، اصلا نمیفهمم. 7 ماه با هم دیگه بودید یهو رابطه رو اینجا داری کات می‌کنی میشه بخاطر این بحث رو تمومش کنی؟ خب من اصلا این بحث رو ندارم. بیا راجع به خودمون صحبت کنیم. راستی اون کافه‌ای که گفتی کجا بود؟ نه با هم بریم با هم دیگه کافه الان؟ آره. با من شوکه شدم میگم همچین داستانی رو دیدم. داستان جمعش کن. بریم راجع به خودمون صحبت کنیم. یه لحظه شما بیاین و توضیح بدم. محمد جان بیا پایین. محمد جریان چیه؟ این آقا محمد رفیق منه. برگشت من گفتش که من میخوام تو پرایس کنم، برای همین اصلا اینجا باهاتون قرار گذاشته. میشه جمع کنی این کاسه پوزاتونو؟ من اصلا حوصله این حرفا ندارم. محمد این چرا رفتاریه تو داری میکنی؟ تو خیلی راحت میتونستی بیای با خانوادت بیای دنبال من، بیای آقا منو بگیری. این چه وضعشه؟ اون موقع که نمیفهمید شما واقعا دنبال چی تو این زل داری. شما خودت برگشتی داری به من برگشته میگه که آقا این داستان اصلا برای من اهمیت نداشته، من دنبال یه داستانی بودم که بتونم مثلا چه میدونم چیزایی که میخواستم و تیک بزنم باش.
بعد تو نمیدونم تو این 7 ماه نفهمیدی اصلا این داستان رو؟ نه خیلی رابطمون جدی بود، تصمیممون جدی بود، کلی تصمیم داشتم. فکر نمی‌کردم همچین حرکتی بخواد بزنم. این خیلی صبوری واقعا محمد. یعنی من اگه جای تو بودم یه همچین داستانی برام اتفاق میافتاد نمیتونستم انقدر ریلکس رفتار کنم. خودمو دارم میگم خیلی حاجی ته حرکت فول بود، واقعا ته حرکت فول بود. اصلا سورپرایز اومدیم سورپرایز کنیم، سورپرایز شدیم. مگه میشه همچین چیزی؟ چیکار کنیم ویدیوشو؟ بذاریمش نذاریمش؟ سلام ببین دیگه یه جورایی داشت تست اجتماعی هم میشه بهش گفت. و واقعا یه چیزت بگم ناراحت نباش. یه دقیقه باش من نگاه کن. امکان داشت 2 ماه دیگه حالا توی اصلا فکر کن ازدواجم کرده باشی اون موقع می‌خواستی مهریه بدی. این باعث شد که آدم رو بشناسم. از این دید بهش نگاه کن. یعنی اتفاق بدی نه، فکر کن یه اتفاق خوب افتاده برات که الان متوجه شدی شخصیتش اینه. تا حالا دیده بودی ازش همچین رفتاری همچین حرکتی؟ من خودم شوکه شدم اصلا این حرکت، این همه قرار برو بیا واقعا نمیدونم چی بگم. یعنی اصلا موندم. جدی بود. امیدوارم از این اتفاقات به زندگیتون نیفته و اگه کسی رو دوست دارید یا اون آدم شما رو دوست داره به خاطر خودتون دوستتون داشته باشه و اگه یه موقعیت بهتری پیدا کرد نخواد برسندش. انقدر هنگ کردم و شوکه شدم نمیتونم حرف بزنم، واقعا نمیدونم چی بگم. حاجی عجب دوره زمانی شد. بشین خودمون بریم اون کافه داداش یه قهوه بزنیم حداقل. من قطعش کن بیا بریم بابا.